شما خب میفهمین وقتی که ما اصلا آمادگیش نداشتیم، اصلا یقین ما نمیامد که طالب بیای افغانستان بگیره. با او اردوی ما، با او نظام ما، با او جمهوریت ما، اصلا ما هیچ توقع نداشتیم. خب باز هم طالبا یک پروژه است، یک کار سیاسی است که اینا آمدن افغانستان گرفتن. اولین کار ما به خصوص از خانما ترس بود، اراس بود. ما میترسیدیم وقتی که طالب گرفت، ما از جان خود میترسیدیم، از اولاد خود میترسیدیم، از شوهرای خود، از برادرای خود میترسیدیم که خدای نخواسته اینا رو نگیره، خود ما رو نگیره، ما رو نکشه. ما به بسیار ترس و وحشت بودیم و یگانه ترس ما ای بود که وظایف ما را دست داده بودیم. خدمت واقعی که به ملت ما میکردیم امور را دست ما داده بودیم. وقت زمانی که طالبان آمد در زندگی تمام مردم، بخصوص در زندگی خانما، یک تغییر بسیار فوق العاده آمد. اولین تغییر که آمد ترس و وحشت و لرزش و اراز بود از طالب که ما هم اگه میترسیدیم. من منیس یک خانم نظامی، شوهرم نظامی است، ما به بسیار ترس لرز مدت 8 ماه ما بیخی کاملا پنهان بودیم. مثلا اگر یک هفته در یک جای بودیم، یک هفته در یک جای دیگه می بودیم، یک هفته در یک جای که باش طالب ما رو پیدا نکنه، باش که شوهر ما رو نبره، باش که اولادای ما رو نبره. در پشت خودم چندین بار جلب روان کردن، در پشت خودم نفر روان کردن، میخواستن که مرا دزگیر کنه. بسیار تغییرات فوق العاده در زندگی ما آمد. امی که وظیفه ما را از پیش ما گرفت، روزی ما را از پیش ما گرفت، ما را بدون سرپرست کرد، بدون پول و پیسه و زندگی کرد. اینمی خودش یک تغییر بزرگ در زندگی ما. زمانی که ما وطن خود، کاشانه خود، خانه خود ترک کردیم، رایی به پاکستان شدیم، ما ویزا نداشتیم، بدون ویزا بودیم. ما اصلا یک افغانی پیش ما پول نبود که ما از نان بخوریم. همه اولادای ما تمام شد گرفتیم، حرکت کردیم، آمدیم به مقصد پاکستان. از افغانستان تا پاکستان، تا مرز اسپین بولدک آمدیم، بسیار خطرات دیدیم، بسیار مشکلات بسیار فوق العاده دیدیم. زمانی که داخل خاک پاکستان شدیم، قاچاقبر از ما بسیار پول گزاف خواست که به ما پول بده که ما شما رو تا پاکستان ببریم. خب ما با بسیار مشکلی که یک چیز وسایل پیش ما بود، ما را فروختیم و پیسه قاچاقبر جور کردیم، ما رو داخل پاکستان ساخت. در داخل پاکستان با بسیار مشکلات، چون ویزا نبود، به ما کس خانه نمیداد، پلیس ما رو بسیار بتنگ کرده بود و تا به بسیار مشکلات مدت یک چند مدت ما بر خود یک خانه و کاشانه و سرپرستی به خود جور کردیم. در این مدت 5 ساله که طالب آمده، تمام فشارشان روی خانماست. خانما را اجازه نمیتن درس بخوانند، تحصیل کنند، کار کنند، از حق خود دفاع کنند، از حقوق خود دفاع کنند. اگر ما یک دکتر زن نداشته باشیم، وقتی یک خانم باردار میشه، میخواد که طفلش به دنیا بیاره، آیا پیش یک مرد بره ولادت کنه طفلش به دنیا بیاره؟ این خود در غیرت افغانی اصلا وجود نداره که یک زن بره پیش یک مرد دکتر مرد ولادت کنه. اگر ما را اجازه نده که ما مهندس شویم، ما بریم کار کنیم، زحمت بکشیم، پس افغانستان به این قسم که زنان نباشه هیچ رو به پیشرفت نداره، رو به سقوط است. برای فعلا دخترای ما تا صنف ششم درس میخوانه. ما شما میفهمیم تا صنف ششم مطلق بی سواد میباشه، بعد از صنف ششم اینا تا صنف 12 تحصیلات عالی میکنن، با سواد میشن، یاد میگیرن، نرس میشن، دکتر میشن، مهندس میشن، انجینر، هر کاری میشن، مگر به سر خانم تمام فشارا را آورده.